سرهلدانا شیخ سعید افندی و لدیاربکر به بونه 29 حزیران د سالوگیرا داروکرنا شیخ سعید و حوال نویده چالاکیین بیرانین هاتن دارخستن، داخویانی هاتن داین و پانل هاتن پیشکش کرن. دقادا شیخ سعید دجی جعالی کمله شیخ سعید و جوینک چاپمنیه هات لدارخستن. د جوینه ده اندام مالبات شیخ سعید و پارلمانتر آماده بون. سروک کمله شیخ سعید و اندام مالبات قاسم فرات آماجه کرکو دوی همو کرد هورگلین سرهلدان 1925 بزانن و بدن زانین و هر وها آنی زمین ده سرهلدان 1925 ده گلک کرد هاتن قتل کرن و کرد به کشتن ناقدن و دوی ایدی زمان و چند کردان ورن آسین. اگر ام بخوازن وی میسیون آهانه وی بیرو باوریا کدوی انسان 63 سالی مالدار خدانجه خجانزارو دورتا زوستانه دا رابو سلاح آخوا گرد زیر خود لپشتا قانتر آخوا کرد بتوی حوالین خواه بتوی اولادین خواه بتوی دوستین خواه دناوا برف و بارانه دا بسر چیان کد اویات یک واته که معنی که گران دوی که کرد ویان شیرو بکن و دیروکا کردان دا برابر به میناک شیخ سعید به چه پرورده به چه آوایی به بونه بیرانین شیخ سعید و حوال نوی لپارتی آزادی کردستان پاقی جی پانل هات لدارخستن. ده پانل ده نویسکار نوک کرم سرحدی و تحسین سور طایبتمندی و خالن گرینک این سرهلدان 1925 پارو کرن. جارا یکمین افاده شیخ سعید برتویده. نویسکار کرم سرحدی دازانین کو به دوکیومنتان جی تقاضه کو آرمانجا سرهلدان 1925 آزادی کردستانه. افت هفگر را 1925 تو علاقاوی به اولی تنیه اولدار تیده هنه او جدایه یک دلیل که وی گرینجی اوه شیخ ایزدال بشیری آینه ادام کرنه بریر ادام دبی پرتوکی داج من نویسیه لناوی وی شیخ شمویه شیخ سعید واتا کدگرین لوارتوی محکمه ابتدایی محکمه دویجن یعنی به ترکید به ایلک محکمه لوی داری جیت پرسه حاکم دی دعوت چی بود وی دعوت مختاریت کردستانی بود لی اویش گرم مربز دامه ناوی وی ریخستنی استقلال و استخلاص کردستانی بود روژا سرهلدان شیخ سعید اون در وقتستن آویه چالاکیک آبیرانین شیخ سعید و 46 حوالنوی لپارتی ماف و آزادیان حق پاره هات لدارخستن. ده چالاکی حق پاره ده پانکارتین ناو کسین که هاتبون دار وکرن سرده هاتی نویسین هاتن برس کرن و بانگ لدولت هات کرن که آرشیو و دوکیومنتین جه گورا شیخ سعید و حوالنوی نیشان ددن ورن پارو کرن. ماهر یکسل کردستان 24 دیاربکر